السلام علیکم رانندگان گرامی، گزارشی مستقیمی خود را از ورزشگاه مرکزی شهر هیستور آغاز می‌نماییم. از بازی دور دوم مرحله انتخابی مسابقه فوتبال بانوان برای بازی‌های المپیک 2024 که در شهر هیستور برگزار شده است و منتخب‌های تاجیکستان با فیلیپین امروز در میدان رقابت می‌گردند و این دومین بازی برای تیم ملی ما در این مرحله به حساب می رود. بازی اول رو گلدختران تاجیک با حساب 3-0 به باخت انجام دادند و منتخب ما ناکام شد و اکنون این رقابت دوم است که تیم ملی ما در دوره همین مرحله برگزار می نماید. خب بینندگان گرامی، هیئت اساسی منتخب تاجیکستان به ما و شما نشان داده می شود که با سرداری کاپیتان دسته سعید و سیاره تیم ملی ما در مقابل فیلیپین بازی خواهد کرد. فیلیپین در دور اول توانست که پیروزی به دست آورد با حساب 4-0. منتخب فیلیپین پاکستان رو ناکام کرد و همچون صدرنشین جدول فیلیپین بازی خود رو برگزار می نماید. هیئت اساسی منتخب فیلیپین هم در روی اکران‌های ما و شما است. خب تیم ملی فیلیپین گفتم صدرنشین بود و قبل از آغاز این دیدار منتخب‌های پاکستان و گونگ کنگ با هم بازی کردند که گونگ کنگ با حساب 2-0 پاکستان رو ناکام کرد و منتخب پاکستان از حقوق ادامه دادن مرحله انتخابی محروم گردید، زیرا در دو بازی دو باختی پای هم رو به قید گرفتند و اکنون گونگ کنگ هم این حال که در بازی اول پیروزی به دست آورده بود صدرنشین است و 6 امتیاز دارد این منتخب. مبین ارگش سرمربی تیم ملی تاجیکستان به ما شما نشان داده می شود که با یوسف ربیف کمک میکند در منتخب بانوانی مملکت و تیم ملی ما با پیراهن رنگش سرخ بازی رو برگزار می نماید. منتخب فیلیپین باشد با پیراهن رنگش کبوت در میدان است. الین استایچ سرمربی منتخب فیلیپین و همگان این حال بلند کردن صدای اشتراکی داور مهناز زوکایی رو منتظر هستند. خب بازی امروز رو داور از جمهوری اسلامی ایران حکمی خواهد کرد مهناز زوکایی و با او کمک میرساند انسیه خباز مفی نیجود روبا زرکا داوری احتیاطی باشد اساکا کوزومی است از ژاپن. چنین هستند ستاد داوران. مشاهده کنید که بازیگران منتخب فیلیپین چگونه قد بلند هستند، از جهت جسمانی خیلی هم رشد کردند آنها و امروز برای تیم ملی ما البته تا اندازه هم مشکل هم خواهد شد رقابت کردن با منتخب فیلیپین، ولی بازیکن تاجیک تلاش میکنند تا اینکه امتیاز ضروری را به دست آورند. خب همینطور صدای اشتراکی داور بلند میگردد بینندگان گرامی و از آغاز این رقابت درک میدهد تیم‌های ملی تاجیکستان و فیلیپین بازی رو
شروع کردند و اکنون شما را با هیئت دسته ها آشنا خواهیم کرد. شروع میکنیم از دسته تاجیکستان. میزبان دروازه‌بان رقم 1 سعیدووا سیاره، رقم 4 میرزایeva کارینا، رقم 6 امامعلیeva دلدوره، رقم 7 مدینه علیeva، رقم 8 نیسا عبداللهیeva، رقم 10 مرجانه سعیدووا، 11 کامیلا رسولووا، 14 جانانه قربانووا، رقم 17 مرجانه فیضاللهیوا، 18 شمسیه حسینووا، 21 بنظیر جمعه خانزاده سرمربی منتخب تاجیکستان. این حال ضربه کنجی بازی گذاشته شد و توپ از میدان بیرون میگردد. بینرگاهش سرمربی منتخب تاجیکستان است. فیلیپین در خط حمله قرار دارد. در حال از دقیقه اول منتخب فیلیپین با پیش می رود و توپ رو سیاره سعیدووا میگیرد. فیلیپین دروازه‌بان رقم 22 کیارا فونتانیلا، رقم 3 مایا الکانتارا، رقم 6 تهنایی انیس کاپیتان، 9 ایزابلا پیشن، رقم 10 رینا بونتا، رقم 13 میریل سرانو، 14 سارا گسویک، رقم 15 کارلی فریلیس، رقم 16 سوفیا نیکول هاریسون، رقم 17 الیسیا بارکر، رقم 20 کینلی کویزاده، رقم 22 گفتیم دروازه‌بان کیارا فونتانیلا، سرمربی آلن ستایچیچ. سه داوران رو با شما معرفی کردم. شروع بازی باشد فریدونی شریف‌زاده هستم. منتخب فیلیپین از دقیقه اول توپ رو با خود میگیرد. می‌بینیم که بسیار توسط کنار چپ فیلیپینی ها بازی کرده شدند. در زینه 49 قرار دارد در رده‌بندی فیفا فیلیپین. این بهترین موقع است برای فیلیپینی ها در تاریخ این منتخب. سال گذشته آنها در زینه 53 بودند و آهسته آهسته منتخب فیلیپین در رده‌بندی فیفا موقع خود را بهتر کرده ایستاده است. در موقع 74 بود، بعدا 67، اصلا 65، 64، 53 و میتوان اکنون آنها ببینید که یک بار با 4 زینه بالا رفتند، موقع خود را بهتر کردند و این حال در موقع 49 منتخب فیلیپین قرار دارد. سال 2023 تیم ملی فیلیپین یک چند بازی ها رو دایر کرده بود و در جام پیناتار اشتراک کرد. در مقابل دسته‌های خیلی قوی فیلیپین هنرنمایی کرده بود با ویلز، شاتلندیا و ایسلندیا و فیلیپین از این منتخب ها ناکام شد و غلبه که فیلیپین به دست آورد بر پاکستان با حساب 4-0 اولین غلبه در سال 2023 برای فوتبالبازان این منتخب بود. پرتوف به خط حمله و دروازه‌بان با سر توانست که توپ رو دور کند. منتخب فیلیپین باری هم در جام جهانی اشتراک نکرده است و اکنون این کشور
امسال در چمپیونات جهان اشتراک خواهد کرد که همین سال برگزار می‌گردد جام جهان میانی بانوان در استرالیا و زلاندیای نو از 20 ایول تا 20 آگوست مسابقه دایر خواهد شد. فیلیپین در تاریخ خود مرتبه اول در جام جهان هنرنمایی میکند که این دستاورد بسیار هم خوب است برای این کشور. اوت با فایده فوتبالبازان تاجیک کارینا میرزویوا این حال از اوت توپ رو با بازی می‌دارد. در بازی تو فوتبالبازان فیلیپین خیلی خوب هنرنمایی میکنند. اوت ببینید که تلاش بازیگران منتخب فیلیپین نتیجه نداد و تیم ملی ما هم یعنی حال اویستا اویستا با پیش می رود. منتخب فیلیپین در بازی‌های المپی باری هم اشتراک نکرده است و میتواند که بار اول در بازی‌های المپی هنرنمایی کند اگر مرحله مقدماتی رو خیلی خوب پس سر نماید. قاعده بازی وارد می‌گردد در دقیقه 8 رقابت. کارینا میرزویوا قاعده بازی رو ویران کرد. و در زبان اشاره میکند که تنها 4 نفر باید در دیوار دفاعی قرار داشته باشند تا اینکه توانند این ضربه رو برطرف نمایند. کجا با آن موفق میشود این چیز رو خواهیم دید بعد از چند لحظه دیگر. صدایش که دوباره بلند گردید ضربه و ضربه خیلی بلند داده می شود. در حال فوتبالبازان ما میخواهند که هجوم رو آغاز نمایند و پرسینگ فیلیپین رو ببینید. سیاره سعید و مجبور شد که توپ رو به مرکز میدان روان کند. گل‌های منتخب فیلیپین را در دوره اول که با حساب 4-0 غلبه کرده بود لونگ در دقیقه 22 زده بود، بعداً بولدن در دقیقه 26. در 7 دقیقه بازیگران فیلیپین توانستند که 3 گل به ثمر رسانند، لونگ، بولدن و مدرنگ، و بعداً گل چهارم خود رو فیلیپینی‌ها در دقیقه 85 زدند با کوشش مکدانیل. مکدانیل این حال در کرسی احتیاطی است، بولدن هم در کرسی احتیاطی قرار دارد، لونگ هم
در حیات اساسی نیست. و آن فلوبازونه که در بازی با پاکستان گل زده بودند در این حال در حیات ذخیروی قرار دارند. اسما مرکز با پاسای کوتاه فیلیپین بازی میکند. سیاره سعیدова آماده بود که توپ را بگیرد ولی به هر حال توپ از نزدی دروازه‌بان دور کرده می شود. کرینا میرزایeva گروه هایی که در مرحله انتخابی برای بازی های المپی 2024 فرانسه هستند و میزبان ها کشورهای گوناگون ارزیابی میگردند. ازبکستان گروه A رو میزبانی میکند، میانمار گروه B، نپال گروه C، تایلند گروه D، تاجیکستان گروه E، لبنان گروه F و جمهوری قرقیزستان باشد گروه G رو میزبانی می نماید. دور اول از 1 تا 11 اپریل 2023 برگزار میگردد که این جریان دارد. بعدا دور دوم از 23 تا 31 اکتبر و دور آخرین باشد از 27 نوامبر تا 6 دکامبر برگزار میگردد که با همین ترتیب اشتراکچیان مرحله نهایی بازی المپی معین میشوند. میافتد فلوبازی منتخب ما ولی دوبار با این چیز اهمیت نمیدهد. پس با خط حمله 1 با 1 با دروازه‌بان میبراید کوینلی کویزادا. آفساید هم بوده است. در حالت نو بازی قرار گرفته کوینلی کویزادا. الکی دقیقه 15 رقابت است. حساب 0-0 شده نشده است.
پس با داخل جریمه گوی منتخب تاجیکستان ضربه آن زده میشود و سیاره سعید و بوس هم این ضربه را میگیرد. در بازی المپی فرانسه 2024 که سال آینده برگزار می شود، رقابت های بانوان در رشته فوتبال از 25 ایول آغاز می گردد و رقابت ها در ورزشگاه ولادروم مارسل، المپیک لیون، پارک د پرنس فرانسه، پاریس سن ژرمن، پاریژ انختارش در استاد ژفوای سنت اتین، آلیانس ریویرای نیتسا، استاد دلا بویگی نانت و نویا استاد بوردو، شهر بوردو برگزار می‌گردد. Out. مدافعان ما رقابت کرده ایستادند جهتی رقابتی برابر نشان دادند و نگذاشتند تا اینکه منتخب فیلیپین به پیش برآید. و در این تقریبا 20 دقیقه که ما تماشا کرده ایستادیم، تیم ملی فیلیپین قریب که یکم امکانات 100% گلزنی را هم پیدا نکرده است. شماره ضربه‌های فیلیپین زیاد است، ضربه‌های کنجی هم زیاد به چشم می‌رسد، ولی این عمل برای فیلیپین به نتیجه است. و این حال منتخب ما به عکس الهجوم می‌رود. جنان قربانووا یک نفر خیلی هم خوب فیره می‌دهد پاس نادقیقی او. بسیارتر منتخب فیلیپین توسط کنار چپ میدان هجوم کرده ایستاده است و کرینا میرزایو هم در همین موقع در دوام این دقیقه و بازی خیلی هم خوب هم نشان میدهد. اوت. سیاره سعید و اشاره های او با حمله سگانش قاعده بازی ویران شده است. ببینید که در چنین وضعیت استانداردی
Сайора Саидова чун капитан меша супориш медиад ба дастагонаш то ин ки нагузоранд ки як бозингар аз дастаи рақиб холӣ монад. Пас ба канори чап Майя Алкантара. Аут. Прессинги мунтахаби Тоҷикистон ҳам ба чашм мерасад. дар бозиҳои олимпии фаронса ҳам миёни мардон ва ҳам миёни занон дар риштаи футбол мусобиқа баргузор мегардад. 12 мунтахаб аз 6 конфедератсия иштирок хоҳанд кард. ва дар Токио дар ҷопон миёни бонувон мунтахаби Канада қаҳрамон шуда буд ки дар финал Шветсияро ноком кард. дар се гурӯҳ 4 мунтахабӣ рақобат карда буданд. мунтахабҳои Британия кабир, Австралия, Шветсия, Ҷопон, Нидерланд, Амрико, Канада ва Бразилия ба даври чоракниҳоӣ баромаданд. баъдан Австралия, Шветсия бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Канада дар даври ниманиҳоӣ бозӣ карданд. дар финал бошад Канада Шветсияро ноком кард. зинаи сеюмро бошад Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба даст овард. ба маркази ҷаримагоҳ оҳиста наздик мешавад Филиппин ба дарвозаи Сайора Саидова. Сара Агесик ва офсайд. осам офсайд аст. мунтахаби бонувони Тоҷикистон дар мусобиқаҳои бонуфуз ба монанди ҷоми ҷаҳон ба монанди бозиҳои олимпӣ бори ҳам иштирок накардааст. албатта талош мекунанд болобозони мо ки ба ин гуна мусобиқаҳо роҳ ёбанд, вале то ҳанӯз ба тими миллии мо муяссар нашудааст ки роҳхати ин мусобиқаҳоро ба даст оварад.
Out. یک ضربه دیگر و حساب شده می شود. در دقیقه 26 فیلیپین با پیش می براید. منتظر می شویم که ببینیم فوتبالبازان فیلیپین این گل خود را چگونه به ثمر رسانیدند. شده میکنیم پرتاب به نزد بازیگران فیلیپین بود. کسی به توپ نرسید و این امکانات گذاشت به فوتبالباز منتخب فیلیپین تا اینکه توپ را وارد دروازه کند. مؤلف گل گردید صفیا نیکول هاریسون، حمایتگر تحت رقم 16. یک ضربه دیگر و همینطور حساب 2-0 می شود. تنها انیس گل دوم را زد، کاپیتان. این که قاعده بازی ویران شد. نه، گل شد. دروازه‌بان برای توپ را گرفتن اون از دروازه بیرون شده بود. رقابت کرده با رینا پونتا و انیس گل دوم رو به ثمر میرساند. کمک رسانده می شود با سیاره سعیدова. در یک مدتی کوتاه منتخب ما 2 گل با دروازه خود سر داد و اکنون فوتبالبازان ما را میباید که کمی هم فعالتر گردند در ادامه رقابت. بازی دیگر باره آغاز می‌گردد. دقیقه 30 رقابت است. از داخل جریمه‌گاه حمایتگر برطرف کرد ولی هجوم فیلیپین ادامه دارد. ضربه و 3-0. کارلی فریلز گل سوم رو به ثمر میرساند.
زود میبینیم که فیلیپین گل سوم خود را هم میزند تا گل یکمی منتخب فیلیپین. بازی برای تیم ملی ما خیلی هم خوب هم جریان میگرفت. غیر از پیش رفتن تیم ملی ما البته دیگر راه ندارد، باید بازی ما فاول گردند. و فیلیپین فعالی خود رو ادامه میدهد. فیلیپین گل چهارم خود را هم زد ولی آن با صاحب افساید بکار کرده شد. پرسینگ منتخب فیلیپین رو ببینید. پرسینگ فیلیپین نتیجه خیلی خوب داده است با این منتخب. هنگامی توپ رو گرفتن آنها ببینید در حال با هنگامی توپ را از دست دادن آنها در حال با پرسینگ میگذارند. با وضعیت استانداردی فایده فیلیپین است. واسه هم سپورشوی سیاره سعید و دو نفر در نزد توپ قرار دارند. بازیگزاری منتخب فیلیپین کاپیتان دسته هجوم رو ادامه میدهد. ضربه و توپ وارد دروازه شد. 0-4 کینلی کویزادا گل چهارم رو به ثمر میرساند. در دقیقه ماندن تا انجام وقت اساسی نیمه اول منتخب فیلیپین الکی با حساب 0-4 پیش صف است. از جریمه گو توپ رو بیرون کردن نتوانستند فوتبالبازان ما و منجنه فیض‌الله که با توپ رسیده بود ولی رو در اختیاری دسته نگاه داشتن نتوانست.
ҳамлагорон бояд фаъолтар гарданд. Карина Мирзоева корти зард мегирад. дасти зиёд шуд ки мунтахаби мо ба ҳамла нарафтааст. боз як ҳуҷуми хатарноки Филиппин пас ба ақиб дода мешавад. خیلی هم فشار آورده شده از فیلیپین در این دقیقه‌ها و ببینید که فیلیپین زود گل میزند و آنها لکه ضعیفی تیم ملی تاجیکستان را پیدا کردند در حمایه و حساب 0-5 میگردد. سررانا گل پنجم فیلیپین را زد. فیلیپین در کرد که کاستگی منتخب تاجیکستان در چی است، در کدام موقع است و آنها بسیارتر ببینید از پرتافتوی استفاده میبرند که دو گل خود را ماست توسط چنین ارسال‌ها با ثمر رسانیدند و این حال قریب بود که باز گل ششم خود را هم ماست با استفاده از پرتاف بزنند. شما میتونی از اینجا بری بیرون، میتونی از اینجا بری بیرون، از اینجا بری بیرون که در رقابت دوم فوتبالبازان مو کمی هم ضعیف بازی کرده استادند. خوب عوض کرده می شود سیاره سعیدова و از کرسی احتیاطی تحت رقم 16 با میدان می براید مونیسا گولова. تغییرات اولین این وضعیت بسیار هم خطرناک رو فوتبالبازان تاجیک برطرف می نمایند. قرار بود که تو وارد دروازه می گردید. بلد برداشته است شمسیه حسینова. ببینید وضعیت استانداردی رو ضربه یکم برگردانیده شد، بعدا تیر دروازه کمک رسانید. ضربه دوم لعب داشته است حمایتگر و از جای خود برمیخیزد.
بارجا ببینیم که در چگونه حالت لد برداشت شمسیه حسینова. دقیقه 42 رقابت است. قسمت اول هم وقت اساسیش بعد چند لحظه دیگر به انجام خواهد رسید. Out. Pressing که فیلیپین این حال میکند ببینید مشکل زیاد رو با فوتبالبازان ما ایجاد کرده است. حتی از خط حمایه بازیکنان ما برآمدن نمیتوانند. در اداره کردن توپ در استفاده از امکانات‌های خود منتخب فیلیپین در نیمه اول خیلی هم خوب بازی کرده است. هر یک امکاناتی که سازمان دادند آنها آن رو با گل به انجام رسانیدند. Offside. بله در خط هم میبینیم که در حالت نو بازی قرار داشته است بازیگر منتخب فیلیپین. در این دقیقه منتخب تاجیکستان کمی هم فعالتر میگردد. کارینا میرزویوا اسیو ولی او اشتباه میکند. مدینه یالیوا با هجوم منتخب تاجیکستان این حال وقت اساسی بازی هم در نیمه اول به انجام میرسد. دوباره چند دقیقه علاوه خواهد کرد وقت اساسی قسمت یکم. کمک رسانیده بودن با بازی ما. توپ به کنار چپ روان کرده می شود.
партофту ва вазиятҳои стандартӣ ба Филиппин кӯмак карданд дар нимаи якум. чор дақиқа илова карда шудааст. канори чапро бисёр истифода мебарад Филиппин дар нимаи аввал. дар ҳол тӯбро ба бозӣ медарорад Никол Харрисон. босам аут. бисёртар маҳз аз замин канори майдон футболбозони Филиппин зарбаи кунҷӣ доштанд ва ин вазъияти стандарти ҳам боз ба Филиппин кӯмак мекунад. даста бо ҳисоби акнун 0-6 пешсаф аст дар нимаи якум. 6 гол мезанад منتخب فیلیپین. Adina Yalieva. She darts across the room, fill in. Ирсоли туп. Иштибоҳи дарвозабон. натавонистанд футболбозони мо тӯбро аз назди дарвоза дуртар намоянд ва ҳамин тавр нимаи аввали бозии Тоҷикистон ва Филиппин ба анҷом мерасад. ҳисоб 0-6 ба фоидаи Филиппин аст. танаффус мекунем ва баъдан қисмати дуюмро тамошо хоҳем кард. Meryl, little one, Meryl. Can you go back? Finish! Yes, go!
مستقیم خود رو از رفت بازی تاجیکستان و فیلیپین حساب 0-6 با فایده فیلیپین است بعد از انجام نیمه اول و خاطررسان میشویم که این بازی دوری انتخابی بازی المپیک 2024 فرانسه است که یعنی منتخب‌های بانوان تاجیکستان و فیلیپین جریان دارد و هر دو این منتخب‌ها در گروهی ای قرار دارند که میزبانی این گروه رو تاجیکستان با عهده گرفته است و این حال بازی‌ها در شهر هیسور برگزار شده است. خوب رانندگان گرامی، قسمت دوم رقابت آغاز گردید. شما رو بار دیگر با هیئت دست آشنا می‌سازیم. در نیمه اول یک تغییرات اجباری بود که در زبان منتخبی مو سیاره سعید و عوض کرده شد و او رو عوض کرد مونیسا گولومова. در قسمت دوم هم تغییرات به چشم میرسد. خوب رقم 4 کارینا میرزویeva است، رقم 6 دیلدوره امامعلیeva، رقم 7 مدینه علیeva، رقم 8 نیستو عبداللهeva. مرجانه سعیدова بود که او رو از میدان گرفت مربی و به جای رقم 22 لیلا حلیمova وارد میدان گردید. خوب همزمان از میدان گرفته شد جنانه قربانова. به میدان برآمد رقم 9 نیکوبخت خداداد و رقم 11 کامیلا رسولova است. 17 مرجانه فیض‌الله و رقم 18 شمسیه حسین و رقم 21 باشد بنظیر جمعه خان زاده. سرمربی دسته مبین ارگاشف. در هیئت منتخب فیلیپین هم تغییرات بود. دروازه‌بان رقم 22 فونتانیلا کیارا، رقم 3 مایا الکانترا، رقم 6 انیسا تهنایی، رقم 9 پایسون ایزابلا، رقم 10 باشد رینا بونتا، رقم 13 سرانو میریل، رقم 14 اگسویک سر، رقم 15 فریلز کارلی، رقم 16 سوفیا نیکول هاریسون او رو سرمربی گرفت و جای به میدان وارد شد ایوا مادارانگ. بعد همزمان 17 الیسا بارکر است، رقم 20 رو عوض کرد کوینلی کویزادا رو به جای به میدان وارد شد. رقم 12 چاندلر بلو مکدانیل و دروازه‌بان باشد گفتیم کیارا فونتانیل است. رقم 22 سرمربی این دسته آلینا ستایچیچ است. سرمربی منتخب تاجیکستان مبین ارگاشف. نیمه یکم تو دقیقه 20 میون منتخب فیلیپین و جمهورش نتیجه نمیدادند و بعدا وقتی که فیلیپین اولین گل خود را به ثمر رسانید پس آن زود این منتخب گل‌های خود را میزد و با همین ترتیب منتخب فیلیپین در قسمت یکم به زدن 6 گل دست یافت. پرتوفتو و ضربه ها از خط دوم با تیم ملی فیلیپین کمک رسانیده بودند در نیمه یکم و در رقابت دوم منتخب ما در نیمه اول خیلی ضعیف هم بازی کرد. اکنون توجه میکنیم که تغییرات های انجام داده مبین ارگاشف چگونه نتیجه میدهند در نیمه دوم، ولی با بازی برگشتن برای تیم ملی ما خیلی و خیلی مشکل هم هست. این بازی دوم است برای هم تاجیکستان و هم فیلیپین. در بازی اول فیلیپین با حساب 4-0 پیروزی به دست آورد. در بازی دوم باشد اکنون که جریان دارد، هنوز رقابت به انجام نرسیده است.
گونگکنگ قبل از این دیدار را با پاکستان بازی کرد. گونگکنگ با حساب 2-0 غلبه به دست آورد. گونگکنگ این حال صدرنشین جدول است. منتخبی که در گروه خود زین اول را اشغال میکند به مرحله دوم انتخابی را مییابد. مرحله دوم انتخابی بعداً در مرحله دوم انتخابی که ماه اکتبر بازی ها برگزار می‌گردند دسته ها به 3 گروه جدا کرده می‌شوند و بعداً به دوری سوم را خواهند یافت. در دوری سوم باشد 4 دسته اشتراک میکنند و پس اون دسته‌ای که از ما دوری سوم با دوری بعد را خواهند گرفت در بازی المپی اشتراک خواهند کرد. با حمله می‌رود فیلیپین. در اداره کردن توپ در نیمه اول هم فاول بود منتخب فیلیپین. بارتو با داخل جریمه گاه یک ضربه دیگر با سر. در چنین وضعیت استانداردی فیلیپین در قسمت یکم گفتیم خیلی استوار بود. بیشتر از هجوم‌های خود رو فیلیپین در نیمه اول توسط کناری چپ راه‌اندازی میکرد. و چون بسیاری از بازیگران فیلیپین قدی بلند دارند از همین لحاظ برای آنها آسان‌تر بود در قسمت یکم از چنین برتری خود استفاده برند. در دقیقه از آغاز قسمت دوم پس سر می‌گردد. حساب رقابت تغییر نیافته است. فیلبازان ما هم تلاش کرده ایستادند. افتاد بعد نزد دروازه
зуд филиппиниҳо қарор мебароранд ва ба якдигар пас медиҳанд. дар қисмати якум сайёра саидова лад бардошт. капитани мунтахаб дарвозабон ва ба ҷои гуфтем дарвозабон аз курсии эҳтиётӣ ба майдон баромад. исагулова айни ҳол маҳз ӯ аст дар хатти дарвоза. пас ба марказ бо прессинги худ филиппин тобро мегирад. прессинги худро идома медиҳад мунтахаби филиппин. имомалиева дилдора майдонро тарк кард ва ба ҷои ӯ ба майдон ворид шуд зуҳро бобомуродова. тағйироти навбатӣ дар ҳайати мунтахаби тоҷикистон. ҳуҷуми филиппин оғоз мегардад. пас ба маркази майдон ва тӯб маротибаи ҳафтум акнун вориди дарвоза мешавад. 0-7 аст ҳисоб. صفر بر 7 با فایده تیم ملی فیلیپین. سوی رقابت
این دقیقه 60 رقابت است. کارینا میرزویوا خود بازی رو وارونه کرده است. کارینا میرزویوا هجوم ادامه می‌یابد نظیر جمعه خانزاده. توفتی جمعه خانزاده امکاناتی ضربه‌زنی است برای فوتبالبازان ما. توجه میکنیم ادامه دارد هجوم ولی قبل از ضربه زدن فوتبالباز ما افتانیده می شود. تو با کنار روان کرده می شود. این دفعه اکنون با توپ است لوئیز سزار. استادیوم مربیان منتخب مو و امکاناتی خوب ضربه‌زنی بود برای فوتبالبازان ما ولی امکانات را بازیکنان ما از دست دادند. و ضربه زده شده رو می‌بینیم که سارا گس ضربه را اجرا کرد. اوت از 7 گل زده خود فیلیپین امید قناعت نمیکند و پیشرفته شده است تو اینکه گل نوبتی خود را این منتخب به ثمر رساند. ارسال توپ در وضعیت استانداردی و در رقابت دوم فوتبالبازان ما هم کمی هم می‌بینیم که قوی تر گردیدند. امکاناتی کانتر داده شدن با رقیب
و در این حالت هم حمایتگران توپ رو از قبط دوم میگیرند. شاید با کمک نیاز داشته باشد کاپیتان مرجان فیض‌الله و بعدی رفتن دروازه‌بان سیاره سعید و کاپیتان اکنون همین نفر است. با شماره زیاد فیلیپین با پیش می رود. ضربه هم زده می شود. مادینا یالیوا در مرکز قرار دارد. پاسی او با کنار چپ میدان. تغییرات را انجام داد سرمربی بینیرگاشف. باز امکانات دارد که تغییرات نوبتی را هم بکند، ولی هنوز هم اما فوتبالبازانی که در نیمه دوم وارد میدان شدند و اون بازیگرانی که در نیمه اول بودند بعضیشان میدان را ترک کردند، یعنی هول در بازی قرار دارند. دینا یالیوا تیم ملی مو هنوز در این مرحله انتخابی یگان گل به ثمر نرسانیده است. آنها تلاش میکنند که البته گل رو بزنند. ولی فیلیپین قریب که امکانیت نمیدید. فیلیپین در حمله است. وادت استانداردی نوبتی با فایده فیلیپینی ها. باز یک ضربه کنجی دیگر این دفعه و شد از کنار دیگر میدان. سالیتو و توپ از میدان بیرون کرده می شود.
вазъияти бисёр мушкил дар назди дарвозаи мунтахаби мо ва дарвозабон тӯбро мегирад. Сари вақт тӯбро гирифт. босам прессинг карда мешавад. بیست دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی دیدار باقی میماند. یک ضربه و اکنون سرمربی فیلیپین بعد چند لحظه کاترینا گویلو رو وارد میدان میکند از کرسی احتیاطی و میدان رو ترک میکند رقم 14 سارا اگسویک. باز یک فلوبازی دیگری منتخب ما با کمک تایبانیوز ردین مدینه علیف است. نیم محافظتگر بازی رو ادامه خواهد داد مدینه، ولی بعد از چند لحظه دیگر مدینه اکنون در مرکز میدان رقابت میکند. زده توپ از میدان بیرون کرده می شود چون که هجومی فیلیپین در حال آغاز میگردید. پاسوی کوتاه این دفعه بازی میکند منتخب فیلیپین. ضربه کنجی با فایده فیلیپین. با شماره زیاد فیلیپین به هجوم می رود و بسیار عمالی بازی کرد. توپ رو از نزد فلوباز فیلیپین گرفت نیسا عبداللهیوا. ولی فیلیپین هجوم خود رو آنیخترش ادامه میدهد.
Out. ضربه نه چندان سخت و ضربه رو دروازه‌بان با آسانی میگیرد. ضربه بود که با دروازه‌بان خریب که هیچ گونه مشکل ایجاد کرده نتوانست. منتخب فیلیپین در سال 2022 یک چند بازی ها رو دایر کرد. و در آخری انیخترش در سال 2022 در مرحله آخر بسیارتر فیلیپین بازی های دوستانه دایر کرده بود با زلندیا نو، با کوستاریکا، چیلی. از زلندیا نو دسته شکست خورد، با کوستاریکا مساوی کرد و بعدا در بازی دوم مغلوب گردید. و باز دو بازی دوستانه دیگر با چیلی برگزار کرد که در هر دویان در یک تاش مساوی نمود، در یک تا دیگر باشد دسته ناکام شد. همزمان در سال 2022 منتخب فیلیپین در جام آسیا اشتراک کرد و فیلیپین این مسابقه رو میزبانی کرده بود. و برای فیلیپین این مسابقه خیلی هم مبارور پس سر گردید. دسته در گروه A قرار داشت با 12 امتیاز از گروه و پلی آف برآمد. در دور نیمه نهایی بر ویتنام غلبه کرد و در فینال باشد تایلند را ناکام نمود. بازی‌های دایر کرده فیلیپین که دسته آنها رو با غلبه انجام داد و توانست که باری اول در تاریخ خود در جام آسیا چمپیون شود. ده دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام وقت اساسی دیدار. Keep the line. Hold here. Bella. Right foot on box. Okay. Be even. Carly. Marjana Fayzullayeva. It's the last time. It's the last time, number 9. Please. She's not holding her. She's not holding. Good job. Ready.
تو هنوزم به نزد جریمه‌گاه وارد کرده نشده است و ببینید که از جانب استادیوم مربیان فیلیپین شروع کرده می شود که زودتر اونها از جریمه‌گاه خود برآیند و توجه داشته باشند به خط حمله. فاولتر است منتخب تاجیکستان در قسمت دویومی رقابت. مقصد منتخب تاجیکستان آغاز می‌گردد ولی در نیمه میدان رقیب این هجوم قطع گردید. حساب 0-7 با فایده فیلیپین است. در نیمه دوم باز یک گل دیگر رو فیلیپین به ثمر رسانید. ادینه یلیوا نمیتواند که پس دقیق بدهد. و یک مشکلی در دروازه‌بان توپ را برطرف نمود و ضربه کنجی با فایده منتخب فیلیپین. سالی توپ تیم فیلیپین ادامه میکند. یک پرتافت دیگر توپ باز هم وضعیت استانداردی. فعلا پرتافت سخت انجام داده میشود داخل جریمه‌گاه و با تیری دروازه برخورد.
خب یک مرتبه دیگر میبینیم که چگونه پرتو بود با داخل جریمه گو. بالات هم میبردارد بازیگری منتخب ما تحت رقم 11 کامیلا رسولووا او ایواز کرده می شود. در این حال در همین حالت لات برداشت. او را ایواز میکند رقم 15 جانونا نظرова. حرکت اجباری فیلیپین باشد هجوم خود را ادامه میدهد. دوری سیوم روز 11 اپریل برگزار خواهد شد. فیلیپین با گونگ کنگ بازی میکند. بازی که تغییر ساز خواهد بود برای معین کردن غالب گروه و تاجیکستان باشد با پاکستان در این میدان رقابت میکردد. پس به مرکز ادامه میکند هجوم. ضربه هم زده شد. کارینا میرزایوا و از دست میدهد. از بالای سر دروازه‌بان میگذراند حمله‌گر فیلیپین و گل هشتم هم در دروازه منتخب تاجیکستان زده می شود. حساب 0-8. مکدانیل گل زد. Adina Yalieva. Podia bozí رو کارینا میرزایوا وایرو کرد. سه دقیقه علاوه میشود و وقت سوسیدی دور
3 دقیقه دیگر دسته‌ها در میدان بازی خواهند کرد. پس خیلی هم دقیق Муниса Гулова зарбаи начандон сахтию то ба маркази майдон. То аз майдон берун гардид зарбаи кунҷӣ ва имконияти Филиппин дар дақиқаҳои охири рақобат. чандон партофти баланд ва туб аз майдон берун карда мешавад. به انجام میرسد بازی منتخب‌های تاجیکستان و فیلیپین. فیلیپین با حساب بزرگ پیروزی به دست می آورد و همینطور فیلیپین بعد این غلبه خود صدرنشین جدول گروهی ای می گردد. بازی آینده دسته‌ها روز 11 اپریل برگزار می گردد. با شما بازی را تماشا کردم. شریف فردین شریزاد تشکر برای دقتتان. خیر.
Hey!